تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشوید. زمین هیچ چیزی نمیگوید. هیچ لرزشی، هیچ صدایی. اما یک پیام عجیب از مرکز زلزله‌نگاری جهان منتشر می شود. لحظاتی قبل زلزله‌ای با قدرت 15 ریشتر در نیویورک ثبت شد. 15 ریشتر؟ عددیه که حتی توی فیلم‌های آخرالزمانی هم دیده نمی شود. امروز قرار است بفهمیم چنین چیزی اصلاً قابل تصور هست یا نه و اگر هست دنیا چه شکلی می شود؟ سوال آقا مومد این بود: اگه یک زلزله 15 ریشتری توی نیویورک رخ بده چی میشه؟ یا 20 ریشتر یا حتی 25؟ برای اینکه جواب این سوالها روشن باشه، اول باید مقیاس ریشتر رو کمی بشناسیم. اما نگران نباشید، نمیخوایم وارد فرمول و عدد و رقم بشیم، فقط اندازه واقعیت رو میخوایم ببینیم. مقیاس ریشتر، بدون سقف، بدون کف. اکثر ما فکر میکنیم ریشتر بین 0 تا 10، چون معمولاً همین بازه رو میشنویم. اما حقیقت اینه، ریشتر نه سقفی داره نه کف. عددی که ثبت میشه فقط نشون میده چقدر انرژی آزاد شده و همونطور که حدس میزنید انرژی میتونه خیلی بالا یا خیلی پایین باشه. زلزله‌های بزرگ، نقطه‌ای که زمین واقعاً تغییر میکند. برای اینکه بفهمیم 15 چقدر بزرگه باید از 9 شروع کنیم. 9 ریشتر. زلزله‌ای در این اندازه میتونه چرخش زمین رو کمی تغییر بده. نه زیاد، فقط چند میلیونیوم ثانیه. اما همین نشون میده این عددا شوخی نیستن. 10 و 11 ریشتر، برای 10 ریشتر باید یک گسل 3500 کیلومتری یک باره پاره بشه. 11 ریشتر یعنی نیمه یک قاره کامل جابجا بشه. در این حد زمین واقعاً دردش میگیره. و اما 15 ریشتری، قلمرو غیر ممکنها. زلزله 15 ریشتری یعنی 1 میلیون برابر 10 ریشتر انرژی بیشتر. در چنین زلزله‌ای اقیانوس‌ها بخار می‌شوند، سطح زمین ذوب می‌شود، هوا قابل تنفس نیست و هیچ شهری، هیچ جایی، هیچ موجودی باقی نمی‌ماند. اگر بخواهیم واقع بین باشیم، 15 ریشتر نه فقط یک فاجعه، بلکه پایان کامل زمین است. 18 ریشتر، نقطه‌ای که زمین وجود ندارد. 18 ریشتر یعنی انرژی لازم برای پاشیده شدن زمین به قطعات کوچک، مثل یک سیاره که از هم باز می شود و به ابر غبار تبدیل می شود. این جایی است که ما دیگر از زلزله صحبت نمی کنیم، از پایان یک سیاره صحبت می کنیم. ما خورشید چطور؟ خورشید بزرگتره، جرمش هم بیشتره. به همین دلیل میتونه زلزله‌هایی تا حدود 24 ریشتر رو تحمل کنه. اما 25 ریشتر؟ اینجاست که خورشید هم تحملش تمام میشود. چنین زلزله‌ای خورشید را منفجر میکنه. و حالا برین پایین، خیلی پایین. بخش جذاب ماجرا اینجاست. مقیاس ریشتر فقط بالا نمی رود، تا زیر صفر هم می رود. و زلزله‌های زیر صفر بیشتر شبیه حوادث روزمره خانه هستند. ببینیم هر کدوم چه شکلی هستند. 1 ریشتر، انگار یک کامیون نیمه پر از 10 متر بیفته جلوی خونه. 0 ریشتر، برابر با برخورد یک تیم فوتبال آمریکایی با دیوار همسایه. اینجا ماجرا بیشتر درد سرساز میشه تا خطرناک. -2، گربه از بالای کمد بیفته پایین. زلزله نیست، اما گربه قطعاً نگاه میکنه که کی دید. -7، سقوط یک پر روی زمین. این بود دنیای زلزله ها. از لرزشی که چرخش زمین رو تغییر میده تا لرزشی آنقدر کوچک که حتی گربه هم بهش اهمیت نمیده.